بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این جانب قماندان محمد رضا اسلمی از ولایت غزنی از ولسوالی ناهور به اسم جبهه جعفریه و همچنان به نمایندگی از ولسوالی جغتو از جبهه حیدری سید قاسم قهرمان بزرگ و شخصیت توانای جهادی در ولایت غزنی که در امورات مسائل غزنی از اول انقلاب ما با اونها با تمام برادرای مبارز ولایت غزنی در تشریک مسائل در سرنگون نمودن دولت کفر و کمونیستی و نوکرانشان شهر بارز داشتیم و حالا هم الحمدلله با مو موضع قاطع خود بر حق و پایدار هستیم و انگیزه مبارزه خود را تا تحقق حکومت اسلامی در افغانستان و احقاق حقوق تمام اقشار ملت در برابر تمام تنگ نظران ایره به پای خود ایستاده و دوام خواهیم. بسیار زیاد تشکر. شما گفتین که از ولایت غزنی هستین و حال ما شما را در قصر دارالمان کابل می‌بینیم. علت انگیزی آمدن شما در اینجا و یکی مربوط کدام یکی از تنظیم‌های اسلامی هستین؟ ما مربوط به تنظیم حزب اسلامی. قبلا حزب اسلامی از صفحات به نام به اسم صفحات مرکزی از برادران اهل تشیع حدوداً 35 جبهه داریم که یکی از اون جبهات دو تایش یکی ما یکی مجاهدینی که پشت سر ما هستن به اسمی که عرض آقا سید قاسم آقا رضوی. ما از ولسوالی ناهور ولایت غزنی و آقای رضوی از ولسوالی جغتو مربوط ولایت غزنی و سایر جبهاتی که هستند در جاغوری مالستان همچنان در نقاط دایزنگی دایکندی غور در تمام جهات از ما به حمدالله از ما برادران اهل تشیع در حزب اسلامی اسلامی ما داریم و انگیزه آمدن ما در اینجا از امروز نیه، از امروزی که ما دست اخوت و برادری به تمام برادران اهل سنت مخصوصا به حزب اسلامی و حزب اسلامی روی عمود دید باز و انگیزه اسلامی خود که ما باید تشریک مسائل در تمام مسائل با تمام اقشار این ملت باید داشته باشیم و مخصوصا به ما مردمی که ما در طول تاریخ در افغانستان خون دادیم، جان دادیم، قهرمانی کردیم، قهرمانی های ما بجا هست و هیچ کسی را در نظر نگرفته و این را حزب اسلامی به حمدالله درک کرده و در آغاز انقلاب هم درک کرده بود، همونطوری که هیچ جبهه نداره، هیچ از تنظیم ها این افتخار را نداره. این افتخار را حزب اسلامی داره که از تنظیم های تشیع از برادران تشیع 35 جبهه منظم محرک متحرک با استقامت و مبارز و در تمام مسائل ها در تمام ولایت ها نقش عمده و اساسی در سرنگون کردن حکومت کمونیستی و نوکرانشان داشته. روی از که حزب اسلامی دید بازی داشته و میتواند آرمان تمام حقوق ملیت ها را ایشان برآورده بسازه. روی از او است که ما به حزب اسلامی دست اخوت و برادری برای پیشبرد اهداف اسلامی در افغانستان و محو و نابود کردن کفر و کمونیست و نوکران ایشان در افغانستان عزیز ما قیام کردیم و از اوایل انقلاب تا هنوز ما در رابطه تنظیم حزب اسلامی حرکت کردیم، شهدا دادیم، خانه های ما ویران شده و تحولات سال گذشته که آمد ما دیدیم، به عمل دیدیم که مسائل ها در افغانستان عوض شد. وقتی که عوض شد مردم زیر کاسه نیم کاسه کردن، میخواستن خون شهدای ما را پایمال کنن، ائتلاف های را به وجود آوردن. پس ما در هیچ جای افراد حزب اسلامی با ائتلاف کنندگان تشریک مسائل نکردن. همچنان در ولایت غزنی ما نکردیم. تمام جبهات ما که در ولایت غزنی هستند
ما نکردیم. روی از او بوده که از سال گذشته تا هنوز ما در غزنی هم غوندی مستقل را به نام غوند امام حسین علیه السلام تشکیل کردیم و همچنان در اینجا هم به امارت جهات ولایت غزنی اینجا پیوستیم و اینجا ما افراد منظم حدوداً 500 نفر ما در اینجا بیشتر داریم. ما در ولایت از برادران تشیع در اینجا سهم داریم، غونده ها داریم. بله، در ولایت کابل. در ولایت کابل، از ولایت غزنی در ولایت کابل ما داریم. الحمدلله ما منظم از سال گذشته تا هنوز در جنگ ها اشتراک داشتیم. در محو نابود کردن از نوکران روس، از تفاله های روس ما اشتراک کردیم، اینها را محو نابود کردیم. روی از این که ما حکومت اسلامی میخواهیم، ما حکومت سازش نمیخواهیم. ما حکومتی میخواهیم که او جوابگوی خون شهدای ما باشد. ما حکومتی میخواهیم که او جوابگوی تمام ملت ما باید باشد. او حق و حقوق تمام ملت ما را باید در نظر بگیرد. او باید کسی باشد که اولش اسلام باشد، بعدش متعهد به قرآن باشد، بعدش متعهد به حرف خود باشد. ما روی از او حرکت کردیم و این را میدانیم که جز از این مسئله جوابگویی کسی نخواهد بود جز حزب اسلامی. شما در اطراف کابل در اینجا سنگرایی داشتین؟ بله. چرا؟ ما از اول تا هنوز در محاذ جنوب غرب با برادر محترم آقای انجینر فیض محمد خان و چارگل صاحب نثار و لشکر نثار و تمام برادران تشریک مسایی داریم. شما در این عملیاتی که به حساب عملیات مدافعی بود از طرف مجاهدین حزب اسلامی، در این عملیات شما اشتراک داشتین و کدام مناطق تحت کنترل حزب اسلامی در این نزدیکا در آمده؟ قلعه مسلم، مناطق دوغابات، قلعه قادرو، مناطق دارالمان، تپه تاجبک و تا ریاست 5 و همچنان پل حسن گساله و سفارت شوروی و باغ وحش، حتی تا پول گذرگاه و حدود جنگلک تا امید دیوالای کوی اسمایی ما با کابل درست بلد نیستیم، تا مو ایسا تا می تنگی را الحمدلله تحت تصرف مجاهدین حزب اسلامی قرار گرفته. مهربانی یک جان از مصاحبه شما، تشکر از معلوماتی که برای ما دادین و برای بینندگان تلویزیون پیام آزادی شما جان. ما از شما تشکر میکنیم، شما را در جریان از ما سوال کردین و همین پیام ما را به برادرای مسلمان میرسانین که ما اون چیزی که شما گفتین باقی ماند. پیام ما است که برادرها دست اخوت به همدیگر بیتن، حق کس را هر کس در نظر داشته باشند و پیمانی که میکنن به پیمان خود باید اعتبار بیتن و پیمان خود باید وفا بکنن. اگر با پیمان خود وفا نکنن البته اونها مسئول خدا و رسول است و ما به تمام مجاهدین چی از داخل حزب اسلامی باشد چی از غیره باشد و به تمام ملت پیام ما است که باید اول دست وحدت و قوت، بعدا احترام متقابل و همچنان برای آزادی، برای بازسازی افغانستان و یک حکومت اسلامی در افغانستان کوشش کرد. سلام علیکم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. زنده باد مجاهدین اسلام، زنده باد مجاهدین اسلام. مرگ بر نوکران کمونیسم، مرگ بر منافقین، مرگ بر دشمنان مستضعفین، مرگ بر آنهایی که در دولت خیانت میکنند، مرگ بر آنهایی که به تعهد و پیمان خود اعتماد نمیکنند، کسانی که مسائل قومی و نژادی را در نظر دارند و حقوق مردم را پایمال میکنند و به حقوق مردم مسلمان افغانستان پا میگذارند، خود را میخواهند مطرح کنند. مرگ